چشم انتظار تو بعدی 30 سال رفت و به وطن خو که رفت و به میدینی که رسید و بسیار از اول خو گریه و زنزله کشید و کشت و وقتی بیم همینجا بود و خیلی اولادا خو خیلی فامیل خو زندگی داشت و اشتو از اینجا رفت و وقتی که دیدو که تمام امی میوه ها هم به سلمون آزیر خاکا گمه خود از این ریز سفید ریز سیاه این کودک که زیر خاکا گمه همین تصمیم گرفت و بچه می یک کم طلا داشت و دلار داشت و غلین بافته بود و این یکی دلار پرتو دیده بیده باشو ما گفت باید همی پولم ما به صرف خرج همی کوشا وطن خو کنم که همی کودک و همی ریز سفیدا از خاکا نجات ببینه. اگر خدا بخواه بچه می تقدیر رفته باشه دل میخواه که یک 50 تا 50 چرخ خیاطی بستنو دیگه باز هر وقت که کلون کلتر فتوا ده که گوجه باشه هناردره باشه زیکن باشه که به زینا یک چند تا استاد بگیرو که همین دختر مخترکار اینا خیاطی یاد ده اینا هنر یاد گیره که یک وقت بگوی خداوند و مادر و عزت الله بیامرزه. این تو فرزند بدم که رفت و دید و همین تو دخترها 10-15 ساله و همون سرای که بود و همون جایی که بود اینا همین تو بی سرنمش میگرده ای بری بر گفت باید اینا یک کار بکنه که اینا هم خونه قناعت داشته باشه اونه هم یاد گیره و خو یک چیزی یک پولی چیزی پیدا کنه یک زندگی شو و دلشه همین چارغرانه که مدرو باید بگمان دیگر ای تو جای مصرف کنه.